به نام خدا، پنجمین جلسه از مجموعه آموزشی آفیس 2013 و برنامه ورد رو شروع میکنیم. همونطور که توی فهرست هم دیدید، اولین بحث ما بحث مربوط به زوم کردن یا بزرگنمایی هستش. اگه بخوایم یک متنی رو که اینجا داریم بزرگ و کوچیکش بکنیم، صرفا در نمایش دادن، این پایین سمت راست یک بخشی داره میشه با سمت چپ و راست کردن. این بخش عمل زوم این و زوم اوت رو انجام داد. با کلیک روی این منها و به اضافه میشه همین کار رو انجام داد. دقت داشته باشید این بزرگ نمایی و کوچیک کردن تأثیر روی چاپ برگه نداره. یعنی مثلا اگه اینو کوچیک بکنیم اینجوری نیست که برگه کوچیک‌تر چاپ بشه و این رو بزرگترش بکنیم ابعاد زیاد بشه. ابعاد برگه توی پیج لی‌اوت و پیج ساز بود که تغییر می‌کرد، A5 A4. ولی ما صرفا اینی که اینو بزرگ نمایی یا کوچیک‌تر بکنیم تأثیر روی چاپ نخواهد داشت. خب روش اولش به این صورت بود که این رو به سمت چپ و راست منتقل می‌کردیم و عمل زوم و بزرگ نمایی انجام می‌گرفت. نکته‌ای که باید بهش دقت بکنید اینه که شما میتونید خیلی راحت کنترل رو روی صفحه کلید بگیرید، دکمه کنترل رو و این اسکرول موس رو یا همون گویی که وسطش میلغزه به سمت بالا پایین بچرخونید و خیلی راحت زوم این و زوم اوت بکنید در اصطلاح بزرگنمایی و کوچیک نمایی. همونجوری که ما بالا پایین میریم کنترل رو هم بگیرید، این بار زوم میکنید. نکته بعدی اینجا اینه که من اگه اینجا کلیک بکنم روی بخش منی پیج کلیک بکنم دوباره میشه به جایی که فقط یک صفحه رو دید اینجا چندین صفحه رو با هم دیگه دید. مثلا روی من منی پیج کلیک میکنم میبینید که حالا یکمی کانت هست سیستم من، ولی بعد از چند لحظه خواهید دید که کل صفحات با هم دیگه خواهند اومد به این ترتیب. خیلی راحت و سریع ما میتونیم این نگاه کلی به ورد داشته باشیم و بریم تو صفحه‌ای که مورد نظر من. مثلا میخوام بیام تو این صفحه، اینجا کلیک میکنم، کنترل میگیرم، زوم این میکنم و خیلی سریع ورد میره به اون صفحه. و خب این یکی از قابلیت‌های به درد بخور ورد هستش. نکته دوم اینه که شما وقتی متنی رو انتخاب میکنید، یک عکسی رو انتخاب میکنید، گاهی اوقات میبینید که اینجا یه سری ابزارها اینجا خواهند اومد. به این میگن مینی تول بار. مینی تول بار یه سری از ابزارها رو اینجا داره که معمولا کاربرد بیشتری دارند و همینجا میتونیم استفاده همون رو ببریم، مثلا تغییر فونت، تغییر اندازه و خیلی موارد دیگه که ما قبلا اینجا رو توضیح دادیم. پس به این میگن مینی تول بار. معمولا موقعی که کار با جدول‌ها میکنیم، عکس‌ها میکنیم، کلا هر چیزی که انتخاب میکنیم بعضی از موقع میاد اسمش مینی تول بار هست. نکته بعدی اینه مثلا من میخوام اینجا روی این متن همونطور که تو بخشای قبلی کار کردیم یه جلوه ویژه زیبایی بهش بدم، اما اینجا غیر فعاله، مثلا نمیشه اینجا روش کاری کرد. چرا اینجوریه؟ فایلی که دارم روش کار میکنم این فایل هستش. این فایل فرمتش ورد 2003 هست، 97/2003 DOC. تو جلسه اول بحث پسوندها گفتیم که اینجا پسوندش DOC هست و مال ورد 2003 تقریبا 97/2003 با این پسوند ذخیره می شدن. حالا ما چطوری بیایم و این ورد رو ارتقا بدیم؟ یعنی ما باید کاری بکنیم که این تغییرات اعمال بشه و قابل انجام. برای این کار باید فایلمون رو تبدیل کنیم به فایل ورد 2007 به بعد DOCX. توی بحث جلسه اول موارد مربوط به پسوندها رو کامل گفتیم. واسه این کار خیلی راحت میشه اومد توی فایل، سیو از رو زد، براوز و همین فایل رو با فرمت همون DOCX اولیه خودش ذخیره کرد، مثلا روی دسکتاپ. حالا من یه اسمی دیگر بشنم، یک میگه حالا دیگه شما آپدیتش کردید به جدیدترین فرمت و خیلی کارا میتونید اینجا انجام بدید. این همون فایلیه که سیو از شده، نگاه کنید یک. ولی یک کار دیگه هم میشه اینجا کرد. من ببندم و یه روش دیگه هم خود ورد داره برای این کار. همون فایل قبلیمونه این که تازه درست شد DOCX، ولی این فایل قبلیمونه که فرمتش ورد 2003 بود. میتونیم بریم تو فایل و اینجا گزینه کانورت رو بزنیم، تبدیل.
یعنی همین فایلی که ما داریم، فایل DOC یا با همون پسوند 2003 تبدیلش بکنه به پسوند 2007. اینو من بزنم میگه مطمئنی میخوای این کار انجام بگیره؟ میگم بله و همین فایل من رو آپدیت میکنه. الان کل امکانات اینجا فعال هست. پس دقت داشته باشید اگه بعضی موقع دیدید یه سری از امکانات کار نمیکنن، نگاه کنید فرمتش مال 2003 هست یا 2007 یا همون DOC یا DOCX. گاهی اوقات ما میخوایم بدونیم که این سند ما از چند کلمه تشکیل شده، از چند حرف تشکیل شده، اصلا چند صفحه است و از اینجا مشخصاتی. برای این کار میتونیم بریم اینجا روی این گزینه کلیک بکنیم و اینجا یه مشخصات خوبی نسبت به فایل ما بهمون میگه. مثلا 93 صفحه است، 39898 کلمه است. کاراکتر یعنی حروف 155368 کاراکتر داره بدون احتساب فاصله ها. یعنی فاصله ها رو، یعنی که میایم اسپیس میزنیم فاصله اینا رو حساب نکردیم. اما اگه فاصله ها رو حساب بکنید، خب من چند تا فاصله هم زدم دوباره نشسته بکنم با اسپیس ها، خب میبینید که تقریبا 40000 فقط اسپیس دارید، 965 پاراگراف و 2300 تا خط. این کجا به درد میخوره؟ مثلا میگن که شما باید مقدمه بنویسید، مقدمه نباید بیش از 255 کلمه باشه، مقالات بیشتر گیر میدن، چکیده مثلا این خط کلمه باشه. خب میتونید اون بخش رو انتخاب بکنید، بزنید روی کلمات، میبینید که 175 کلمه است و اینجوری میتونید خیلی راحت کلمات رو حساب بکنید. اگه بریم توی ریویو و ورد کانت هم از این طریق هم میشه این منو رو دید و استفاده کرد. البته اینجا گفته تکست باکس ها یعنی جعبه های متن، فوتنوت، پاورقی ها و موارد دیگر هم حساب بکنید که اینها چی ان ما بعدا خواهیم گفت. اما اگه بخواید حساب نکنید چون ما از این موارد فعلا نداریم خب تاثیر نداره. ولی اگه بعدا ما تکست باکس اضافه کردیم یا فوتنوت یا همون پاورقی، اینجا میشه مشخص کرد که کلمات و حروف پاورقی و جعبه متن این حرفا رو حساب بکنه یا نه، که من گفتم تکست باکس و فوتنوت و اینا رو بعدا جلوتر خواهم گفت. گاهی اوقات ما میخوایم خیلی سریع بریم به یک صفحه خاصی. چند تا روش واسه این کار هست. یکی این که توی بخش هام، تو بخش ریپلیس یه جای داریم ما اینجا به نام گو تو. تو گو تو میگه برو به صفحه. کدوم صفحه؟ شماره صفحه رو اینجا می‌نویسیم و میریم به اون صفحه. البته دقت داشته باشید فایل متن 93 صفحه است که ما تو صفحه اولش هستیم. اگه اینجا کلیک بکنید این بخش میاد، خیلی راحت میشه اینجا صفحات رو بالا پایین کرد. اگه من اینجا کلیک بکنم تو این بخش و گو تو رو بزنم باز همین بخش میاد، یعنی هیچ فرقی نمیکنه از کدوم روش برید و این گو تو رو بیارید. مثلا میخوام برم صفحه 10 رو اینجا تایپ میکنم، اینتر میزنم یا گو تو رو میزنم، خیلی سریع منو میبره به صفحه 10. توی شماره صفحات هم اینجا 10 رو نوشته که شماره صفحه گذاشتن هم بعداً خواهم گفت. یا مثلا دوباره ریپلیس گو تو میتونم بنویسم که به اضافه 5، یعنی 5 صفحه برو جلوتر. نگاه کنید صفحه 15 هستیم ما. خیلی راحت نمیشه اینجوری هم نوشت. گو تو منهای 3 مثلا برمیگرده صفحه 12، 3 صفحه کم میکنه. فقط برای صفحات نیست این موضوع، میشه به بخش های مختلفی رفت، سکشن که ما سکشن رو بعدا خواهم گفت. میشه به خط خاصی رفت، خط مثلا 50م 60م، مثلا می‌نویسم خط مثلا 4، میره 4مین خط، مکان نمای موس میره سر 4مین خط، 4مین خط تو این بخش. مثلا میخوام برم واسه خط 1000م، لاین 1000م و خب یک کمی محاسبه میکنه و میره سر خط 1000م برای من. تو بخش گو تو ما بوکمارک داریم که این رو بعدا خواهم گفت، فوتنوت داریم، با پاورقی چندم. این نکته جالبی که اینجا بود گرافیک بود، بحث عکس. مثلا شما 5 تا عکس دارید، خیلی سریع شما میبره واسه عکس مثلا 3 یا 4. من عکس رو نگفتم ولی باز خیلی سریع چند تا عکس بیارم. به عنوان مثال اینسرت پیکچر، اینجوری عکس میاریم، اینسرت پیکچر، یه عکس میارم اینجا، بعد میام پایین‌تر عکس رو بعدا کاملا خواهم گفت. فقط واسه کار با گو تو اینو من بگم هام ریپلیس گو تو گرافیک. عکس اولو بیا
خیلی سریع میره واسه اولین عکس. این خیلی کار راه اندازه. مثلا دوباره بیم گو تو عکس بعدی دوم، سریع میره سراغ عکس دوم. و حالا موارد دیگه اینجا هست که بعد از اینکه اون موارد رو گفتم شما قاعدتا بهتر میتونید از این بخش گو تو استفاده بکنید. مفاهیمی مثل سکشن، فوتنوت یا همون پاورقی و از این دست مطالب. گاهی اوقات ما میخوایم صفحه اضافه بکنیم، یعنی چند صفحه ایجاد بکنیم. خیلی راحت میریم تو بخش اینسرت و گزینه پیج اینجا میشه اینا استفاده کرد. من کنترل N میزنم یا فایل نیو تا راحت‌تر مشخص بشه این موضوع. بله سرد ما اینجاست. خب من میخوام یه صفحه ایجاد بکنم برم صفحه بعدی. خب خیلی میان تون اینتر میزنن، در 20 تا اینتر میزنن بعد میرن صفحه بعدی. این اصلا استاندارد و درست نیست به این صورت رفتن واسه صفحه بعدی. من پاک کردم اینترامو. کافیه شما روی صفحه کلیدهای ترکیبی کنترل اینتر رو بزنید، یعنی کنترل رو بگیرید اینتر بزنید، یه صفحه دیگه ایجاد خواهد شد. خیلی راحت صفحات زیادی اینجا میشونید ایجاد بکنید به همین سادگی. یا اینکه توی من کل صفحات رو باز دوباره پاک بکنم، شد یه صفحه. واسه پاک کردن صفحات من کنترل آ میزنم تا همه جا انتخاب بشه، بعد بک اسپیس رو انتخاب میکنم. اما میریم توی اینسرت بلانک پیج، میبینید که یه صفحه جدید خالی برای ما ایجاد میکنه. اینجا بلانک پیج، افزودن یک صفحه خالی. خیلی راحت اینجوری میتونید صفحه اضافه بکنید. بلانک پیج نکنید، توی بلانک پیج میاد یه صفحه کاملا خالی واسه من ایجاد میکنه تا بخش بعدیش. اما یه گزینه دیگه هست، نکنید بریک پیج. این اگه بزنید یه صفحه خالی واسه ما ایجاد نمیکنه، فقط صفحه رو از اون جایی که هست میشکنه میره سه بخش بعدی. دقت داشته باشید اینجا نگاه کنید. تو بار قبل من چیز دادم، گزینه بلانک پیج رو، این قسمت رو به همش سفید گذاشت، یه صفحه سفید کامل ایجاد کرد، بعد دوباره رفت صفحه بعدی. اما بریک که زدم یه صفحه کامل سفید ایجاد نکرد، بلکه مستقیم رفت صفحه بعدی. که حالا این چه خوبی داره جلوتر خواهم گفت. دقت داشته باشید. مثلا من میخوام تو این بخش برم صفحه بعدی، کنترل اینتر میزنم، این معادل همون بریک پیجه. وقتی که من میام این بخش رو ابعادش رو بزرگ میکنم، دقت داشته باشید، چون من روی بریک پیج کلیک کردم، وقتی میره صفحه بعدی این بخش رو خالی میذاره و مطالب بعدی رو حتما از صفحه جدیدی شروع میکنه. این کجاها به درد میخوره؟ بارا پیش اومده آخرای فصل تو اینجور جاهای از بخش قبلیش شما اندازه فونت رو اضافه میکنید یا مطلب چیزی اضافه میکنید، بزرگش که میکنید، بخش مثلا من میخوام بزرگ کنم، نگاه کنید بزرگ که میشه. الان این از طریق بریک پیج صفحه قطع شده بود، میبینید که اصلا قاطی نمیکنن موارد و بخش ها. اما من به فرض اینو میارم اینجا کپیش میکنم، فرضاً فصل 4 قراره که از اینجا شروع بشه، بخش 3 نه بخش 4. خب اینم پاک میکنم. دقت داشته باشید اگه ما از بریک پیج استفاده نکنیم چه اتفاقی میفته. مثلا میام اینجا یکم فونتشو بزرگ میکنم، میبینید که مثل بالا نشد که این بخش کامل سفید بمونه و مطالب نیان توی بخش 3. اینجا قشنگ مطالب بخش قبلی میان تو بخش 4، در حالی که ما میخواستیم اینجوری باشه، یعنی صفحه سفید باشه بعد بخش 4 شروع بشه. خب دیدید که خوبی استفاده است بریک پیج یا همون بحث کنترل اینتر برای ساخت صفحه اینه. اگه شما مثلا فونت رو بزرگ بکنید، یک عکسی به مطالب قبلی اضافه بکنید، مطلب قبلی رو بیشترش بکنید، وقتی که دارید میرید توی فصل بعدی تو این بخش بکنید، من بازم فونتش میگم بزرگتر میکنم کمی، مطالب رو نمیاره قاطی بکنه تو صفحه قبلیش. نکنید قشنگ یه صفحه سفید واسه ما میذاره تا مطالب قاطی نشن و مثل این مورد پایینی نشه که مطالب فصل قبلی بیان توی
سرفصل های فصل بعدی. یک گزینه هم اینجا هست، من برم صفحه اول به نام کاور پیج. این صفحه به این گزینه یعنی صفحه جلد و شما میتونید از این به عنوان صفحه جلدتون استفاده بکنید. یه صفحه جلد آماده اینجا داره. اگر هم خواستید میتونید با این گزینه more cover page from office.com وصل بشید به اینترنت و از طریق اینترنت صفحات بیشتری رو بگیرید. خب معمولا ما صفحات اول رو خودمون میریم جداگانه طراحی میکنیم، ولی یه سری صفحه آماده اینجا داره که حالا خواستید موارد رو اضافه بکنید. موفقیت مثلا خودتون میتونید برید موارد رو اضافه بکنید و تغییر بدید. یه صفحه خیلی آماده برای جلد شما اینجا ایجاد میکنه. ولی خب گفتم معمولا این صفحات روی جلد رو ما خودمون میشینیم و دستی طراحیشون میکنیم. گزینه بعدی تو بخش دیزاین هست. اینجا چند تا ابزار هست که ابزارهای به در بخوری هستن. ابزار اول پیج کالر هست. میتونید اینجا یک رنگ خاصی رو واسه صفحتون انتخاب بکنید و ازش استفاده بکنید، مثلا نارنجی، قرمز، هرچی. خیلی راحت و سریع میشه اینجا استفاده کرد، هر رنگی که خودتون بخواید. خب مسلما مور کالرز اینجا رنگ‌های خیلی خیلی بیشتری هست میتونید استفاده بکنید. و البته تو بخش فیل افکت خب میتونید یه طیف رنگی رو انتخاب بکنید واسه خودتون. این رو ما دیگه قبلا تو بخش مربوط به عکس ها و تنظیماتی که اینجا بود برای متن، این تقریبا مثل همون بخشه. مثلا ما متنی رو می آوردیم تو این بخش شادو، حالا اینجا رفلکشن آپشنز، توی بخش تکست فیل، تو بخش گریدینت. اینی که اینجا میبینید بهش میگن طیف رنگی یا گریدینت. آنچه که ما توی دیزاین داریم تو بخش کالر فیل افکت، این مثل اون بخش گریدینتی که ما قبلا کار کردیم. مثلا دو تا رنگ میخوایم از فرزن اینجوری به سفید یا هرچی به این صورت هم باشه، نگاه کنید اینجا کاملا میشه مشخص کرد. اوکی میزنید، یه طیف رنگی اینجا قرار داده خواهد شد برای زیبایی کار. پیج کالر، فیل افکت، بعد مثلا میشه اینجا یک بافت رنگی رو اینجا مشخص کرد. نگاه کنید بافت کل صفحه بافت قرار خواهد گرفت. باز فیل افکت میشه بافت‌های دیگری رو هم آورد از طریق اینترنت. نگاه کنید یا ورک آفلاین، یعنی ما خودمون بافت داریم. مثلا من این عکس رو میارم، دقت داشته باشید این عکس کلا میاد. اگر عکس ما کوچیک و ریز باشه خیلی تکرار خواهد شد این عکسه و اونقدر تکرار میشه که کل صفحه رو بگیره. باز انواع اقسام الگوها رو اینجا داریم. ما میشه الگو خاصی رو انتخاب کرد، پشت صفحه گذاشت. فیل افکت، بعد میشه بک‌گراندش هم مشخص کرد چه رنگی باشه، مثلا بجای که سفید باشه فرضاً مشکی باشه یا هر رنگی که شما مایل هستید. میشه عکس هم کلا آورد به عنوان بک‌گراند. اگه ما همینجوری وایسیم نگاه کنید داره میگرده واسه اینترنت، شما میتونید عکس مورد نظر خودتون رو سرچ کنید و خیلی راحت از طریق اینترنت عکستون رو بیارید و اگه به اینترنت وصل هستید. اگه که میخواید رو کامپیوتر خودتون برید، خب فرام فایل میزنیم و عکس خودمون رو میاریم و میذاریم روی بک‌گراند صفحه. اما فیل افکت و بخش گریدینت پرست هم خب یک سری طرح‌های از قبل آماده هست که میتونید اینا استفاده بکنید بس خودتون تو انواع اقسام حالت‌های مختلف. این طرح‌های از قبل آماده هستن. این پیج کالر بخش جالب و به درد بخور و کاربردی هست. گزینه بعدی که میخوام بهش بپردازیم بحث مربوط به واترمارک هست. توی واترمارک دقت داشته باشید بعضی موقع اینجور مطلبی نگاه کنید یه چیزی اضافه شد پشت صفحه به صورت کج و کمرنگ که این توی همه صفحات تکرار میشه این رو خیلی راحت آوردش و ویرایشش کرد. آنچه که خودتون میخواید رو داشته باشید. همین الان میگم برای حذف کردنش گزینه ریموو واترمارک رو انتخاب میکنیم، کامل این بخش حذف میشه.
اما اگه خواستید خودتون تغییراتی ایجاد بکنید کاستوم واترمارک و تعداد ثبت میکنیم تا پنجره مربوط به تنظیماتش باز بشه. خیلی راحت میتونید متن فارسی به هر صورتی با هر رنگی بیارید. میشه یه عکس هم آورد اینجا. حالا من اول روی بحث متنش کار خواهم کرد، بعدش روی عکسش کار میکنیم. خب زبان فارسی، متنی که من میخوام استفاده بکنم متن پایانی پروژه فرضاً. بعد فونتش اینجا میشه مشخص کرد، فرضاً تیتر میذاریم، اندازه‌شو اینجا میشه مشخص کرد و رنگشو فرضاً من قرمز میذارم. اینی که نگاه کنید من این گزینه رو انتخاب میکنم، اوکی میذارم، اپلای میزنم. ببینید به این صورت اومد. هوریزونتال بزنم، اپلای بزنم، متن به این صورت خواهد اومد. خیلی راحت میشه اینجا انواع اقسام تنظیمات رو انجام داد، کم رنگ تر بشه، کج بشه. گزینه بعدی که اینجا خب آخر سر کلوز میزنیم دیگه، میشه براتی حذفش کرد. اما شما میتونید یه عکس هم بیارید، پیکچر میزنیم، ورک آفلاین یا فرام فایل، یه عکسی میاریم و اپلای میزنم. نکن این تیک واشوت هستش، این واشوت باعث میشه که کم رنگ تر بشه. من اینو نظرم میبینید که پر رنگ تر نشد داده خواهد شد عکس ما. میتونیم بیایم اینجا و از طریق اینترنت هم اون عکس مورد نظر خودمون رو سرچ بکنیم. تو همین پنجره نتایج جستجوی عکس ها خواهد اومد و میتونید عکستون رو انتخاب بکنید و اینسرت رو بزنید. داریم معمولا از روی کامپیوتر خودمون. این هم از بخش مربوط به واترمارک که خودتون میتونید یه متنی رو بذارید روی صفحه. خب رو ما واترمارک میزنم. اما اگه بخواید یک حاشیه واسه صفحه ایجاد بکنید و یک کادری رو واسه صفحه بزنید، توی این گزینه کلیک میکنیم. توی این بخش میشه انواع اقسام حاشیه‌ها رو از بخش بالا انتخاب کرد. قدرش دقت داشته باشید. اینجا میگه حاشیه داشته باشیم یا نه. اگه بخواید حاشیه نداشته باشیم، خودی گزینه نان کلیک میکنیم و اوکی میزنیم. حاشیه رو از بین میبره. این متن من قبلش حاشیه خودش داشت، من حذفش کردم. پس واسه از بین بردن حاشیه و حذف کردنش نان رو میزنیم. همونش کدام. اگه خواستید حاشیه داشته باشیم، خب میتونید باکس رو انتخاب بکنید و از این بخش یه حاشیه خاصی رو هر کدوم که دوست داشتید انتخاب بکنید. اوکی میزنیم، حاشیه خام. میشه اینجا رنگش رو مشخص کرد. مثلا سبز. اوکی. اینجا میشه اندازه‌شو مشخص کرد، باریک باشه، ضخیم باشه، بنز. تو این بخش میشه کادرهای هنری رو مشخص کرد. انواع اقسام کادر هنری اینجا هست. مثلا این کادر، میبینید که کادر هنری اینجا اضافه میشه. تو این بخش میتونیم کاری بکنیم که کادر ما سایه داشته باشه. البته سایه روی معمولا این کادرهای که به این صورت هم میفته و واسه اینها کاربرد داره. سایه دارهاشون دقت داشته باشید، این سایه میفته زیر کادر. توی این بخش میشه کاری کرد که سه‌بعدی نشون داده بشه که این هم باز تاکید میکنم روی بعضی از کادرها بهتر جواب میده. اما میشه کاری کرد که مثلا کادر بالا و پایین نداشته باشیم. تو این صورت دقیقاً نگاه کنید، میتونیم مشخص بکنیم چه کادری نباشه. دقت داشته باشید خیلی قشنگ مشخص میشه کجا کادر باشه و کدوم زل کادر نداشته باشه. مثلا من میخوام کادرم اینجوری باشه، نگاه کنید فقط پایین سمت راست کادر داره. این بخش هم گزینه جالبی داره. اینجا میتونیم مشخص بکنیم که این کادری که من انتخاب میکنم به کدوم بخش ها اعمال بشه. به همه سند. من بیام این بخش رو پاک بکنم کلا تا کار ما مشخص تر باشه. نگاه کنید همه صفحه ها این کادر رو دارن. میام اینجا میگه همه این بخش، فقط همین بخشی که درونش هستیم. من هنوز سکشن و بخش رو نگفتم و همین خاطر خب متوجه نخواهم شد منظور فعلا چیه تا وقتی که سکشن رو بگم. اینجا میگه همین بخش فقط صفحه اولش این کادر رو داشته باشه، بقیه صفحات کادر رو نداشته باشن. بعضی موقع ما میخوایم فقط همه صفحات داشته باشن، این صفحه نداشته باشه. خیلی اوقات ما صفحه اول صفحه بسم الله الرحمن الرحیم خب و نمیخوایم یک کادری داشته باشه. خیلی راحت میام اینجا میگم همش به غیر از
این بخش. یا اصلا میشه مثلا میخوام 10 صفحه اول کد نداشته باشه، 10 صفحه اول رو یک سکشن درست میکنیم، یک بخش درست میکنیم و کلا اون بخش رو میگیم کد نداشته باشه. که حالا چجوری بگیم این بخش کد نداشته باشه و سکشن درست بکنیم؟ بخش سازی و سکشن سازی رو من بعداً خواهم گفت، اما از همین الانتون باشه اگه بخواید مثلا 10 صفحه کد نداشته باشه، اون 10 صفحه رو بکنید یه بخش، یه سکشن و اون سکشن رو تو این بخش بذارید مثلا تست سکشن و مثلا کد نداشته باشه. ولی خب از اونجایی که کلی متن همش یه بخشه، فعلا این گزینه اینجا خودش رو نشون نمیده. گاهی اوقات ما توی فایل متنیمون وقتی داریم تایپ میکنیم یه سری کلمات هستن که خیلی باشون سر و کار داریم و مثلا کلمات طولانی هم هستن. مثلا کلمه فرضاً تکنولوژی. خب ما اینجا من اگه هر بار بخوام بنویسم تکنولوژی و مثلا واسه کسی که سرعت تایپش پایین هست مثل خودم اذیت کننده است. یا مثلا میخوای بنویسید کسب و کار کارآفرینانه، خب خیلی با این سر کار داری ولی خب یک کلمه بلند و طولانیه، زیاد باش راحت نیستیم. میشه کاری کرد که شما یک حرف رو تایپ بکنید، مثلا بنویسید ت و بقیهش رو خودش بنویسه، خود ورد. واسه این کار میام تو فایل، آپشنز، پروفینگ، آتو کارکت آپشن. آتو یعنی اتوماتیک، کارکت یعنی درست کردن، صحیح کردن، تنظیمات به صورت اتوماتیک درست کردن. و اینجا میگیم که مثلا اگه من نوشتم ت، اینجا بنویس تکنولوژی، قبلا اضافهش کردم به این صورت. حالا من این چیزی که اضافه میکنم اینجا، مثلا من اگه نوشتم که اینجا بشه کسب و کار، اد میزنم، اوکی. خب حالا من اینجا می‌نویسم که اسپیس میزنم، می‌نویسم کسب و کار. یه بار دیگه فایل، آپشنز، پروفینگ، آتو کارکت آپشن و اینجا ما می‌نویسیم مثلا سه، اینجا بشه سیستم عامل، اد، اوکی. خب من اینجا می‌نویسم سه اسپیس. اگه خواستیم مثلا همون سه رو داشته باشیم، بعضی میخوان سین رو بنویسن ولی دیگه نشه سیستم عامل، کنترل زد رو میزنید و شروع میکنید تایپ کردن. پس به همین ترتیب خیلی راحت میشه مطالبی که خیلی باهاشون سر و کار دارید به سرعت تایپ بشن. اگه خواستید کلا این گزینه رو کنسل بکنید، تو بخش پروفینگ اگه بریم میدونید کلا این تیکو بردارید و اوکی از کار نخواهد کرد دیگه، به همین سادگی. و خیلی موارد دیگه اینجاست که بعضی موقع شما بعضی مطالب رو می‌نویسید، بعضی موارد رو و چه شکلکی از این ور نمایش داده خواهد شد سر این قضیه، سر تنظیمات مربوط به آتو کارکت. من اینجا کنسل میزنم، این بخش هم گفته شد. یکی دیگه از مواردی که توی ورد استفاده میشه کلا تو آفیس و خیلی هم به کار میاد، بخش مربوط به نمادها هست. مثلا شما دارید سوال چارجابی تایپ میکنید، مثلا می‌نویسید گزینه الف مثلا 1360 و حالا من میخوام اینجا یه مربعی داشته باشم که کسایی که امتحان دارن این موارد رو اینجا خیلی راحت تیکش بزنن، اونو پر بکنن. مربع کجا بیارم؟ خیلی راحت میتونیم بریم توی اینسرت، سیمبل، یه مربع اینجا انتخاب بکنیم بیاریم. خب شاید بگید که آخه به صورت پیش‌فرض اینا نیستنشون. اگه ما سمبولای بیشتری بخوایم و نمادهای بیشتری بخوایم چیکار بکنیم؟ مثلا نماد پی، نماد مختلف، مساوی، نمیدونم نامساوی، ضرب در. اما یه سری نمادها هستن که خب اینا همه نمادها نیستن دیگه. مثلا من تیک میخوام، علامت تیک، اینا کجا بیارم؟ سمبل یا مور سیمبلز و اینجا خیلی از نمادها رو میشه پیدا کرد. نمادها به فونت ها بستگی دارن. یه سری فونت ها هستن که مخصوص نمادن. نگاه کن اینجا نماد خاصی نیست، بیشتر انواع اقسام حروف الف با تو فونت های معمولی هست. حالا یه سری نمادها اینجا خب میشه استفاده کردشون. اما شما میتونید برید توی بخش و این سه تا
فونت آخری وینگ دینز فونت های خوبی هن که پرشون نماده، اصلا مخصوص نماده. انواع و اقسام نمادها رو میشه اینجا به راحتی پیدا کرد. آنچه که ما میخواستیم هم اینجا بود. اینسرت میزنم، کلوز میزنم، میبینید که اینجا به راحتی نماد خواهد اومد. بعد آخرین نمادهایی هم که استفاده کردیم همیشه این بالا میاد. مثلا اینجا من میخوام نماد فلشی بذارم، نکنید خیلی راحت اینجا میشه اومد. یا مثلا بریم توی بخش بعدیشون فیندینگز 2 می‌بینید که انواع اقسام نمادها اینجا استفاده میشه. خب گاهی اوقات شما با یه نماد خیلی سر و کار دارید، مثلا با همین فرضاً نماد تیک من خیلی سر و کار دارم، بعضی موقع دیگه پیش میاد کاره. واسه اینکه نماد راحت‌تر دم دستمون باشه میتونید یک کلید میانبر واسش تعریف بکنید، شورت کات کی. چجوری؟ اینجا کلیک میکنیم، بعد مثلا میگم اینجا کلید میانبرتون مشخص میکنید، مثلا کنترل شیفت ای به فرض و اساین میزنم. خب کلوز میزنم اینجا. هوا کنترل شیفت ای رو بزنید خیلی سریع میبینید که اینها نماده خواهد اومد و به این صورت میتونید کلید ترکیبی براش مشخص بکنید. کلا این بخش مربوط به نمادها خیلی بخش کاربردی و به درد بخوریه. میشه همینجا تو بخش آتو کارکت بگیم که مثلا اگه من کلید خاصی رو انتخاب کردم و مشخص کردم، حرف خاصی رو زدم، شما این نماد خودکار بیاد که حالا ما کار بخش نداریم چون معمولا از آتو کارکت واسه اینجور کارهایی استفاده نمیشه. فقط این نمادها یه خوبیه که دارن، مثلا من این نماد دیسکت رو بیارم کنید، وقتی اینا رو بزرگ میکنید کیفیتشون کم نمیشه. تا هر حدی که بخواد میتونید اینا رو بزرگ بکنید و بدون اینکه ناراحت باشید و نگران باشید از اینکه ممکنه کیفیت اینا بیاد پایین. من این نماد دیگه هم بیارم، مثلا تنها پست، ببینید که کیفیت اینا خوبه. وقتی اینا رو بزرگ میکنید خراب نمیشن. بعضی موقع ما میخوایم یه تاریخی رو اضافه بکنیم، تاریخ مثلا امروز. این تاریخ بیاد، تاریخ هم می‌ذاریمش همینجا سمت راست. insert میشه از این بخش date and time اومد و تاریخ رو اضافه کرد. تاریخ ها معمولا یا به صورت اینجا نوع تقویم رو نشون میده، تقویم میلادی یا هجری. اگه شما برنامه پرنیان رو نصب نکرده باشید، تقویمی که اینجا خواهد اومد شاید اینجا بنویسه هجری ولی تقویم قمری خواهد بود. این نکته خیلی مهمه. یکی از کاربردهای برنامه پرنیان اینجا خودشون نشون میده که تو بخش مربوط به تقویم ها اگه بخواید شما تقویم شمسی استفاده بکنید، تقویم خودمون، حتما باید برنامه پرنیان رو نصب بکنید. اینجا نوشته هجری ولی وقتی شما پرنیان رو نصب بکنید میبینید که اینجا تاریخ امروز رو داده 94 به فارسی. ولی اگه شما پرنیان رو نصب نکنید تقویم به همون صورت هجری خواهد بود. من این تیکو بردارم، این تیک رو جلوتر خواهم گفت. مثلا میشه اینجا خیلی راحت تاریخ اینجا نکنید، مثلا من تقویم خارجی رو میزنم، زبانش مشخص میکنه که این حروف رو به چجوری، مثلا شنبه بنویسه، ژوئیه بنویسه، به این صورت. ولی تقویم میبینید که 2015 است، میلادیه. پس این زبانه تقویمه نیست، فقط نوع نوشتنشون، فونتشون، اینی که شنبه بنویسه یا ساتردی بنویسه به این صورت اینو عوض میکنه. مثلا من میخوام این تاریخ اولیه رو بذارم، میبینید خیلی راحت و سریع تاریخ اضافه میشه. میخوام تاریخ و زمان رو کامل بذارم، میبینید که خیلی راحت با هر فرمتی که خودتون بخواید میشه اینها رو آورد. دیت اند تایم مثلا تقویم انگلیش بزنم کامل بیاد، میبینید که خیلی راحت و سریع تقویم خواهد اومد. تقویم فارسی بخوایم بزنیم دیت اند تایم، جا نوشته هجری ولی چون من برنامه پرنیان رو نصب کردم تقویم رو به صورت شمسی میاره برای. میبینید که خیلی راحت تقویمه، جا 94 جا و سالش هم مشخص میکنه. این تقویم ها به صورت ثابت هستن، یعنی این اعداد عوض نمیشن. من این فایل رو ذخیره میکنم، فایل save as browse، اینجا مینویسم تقویم ثابت. خب رو همون دسکتاپ با فایل
تقویم ثابت ذخیرهش میکنم. اینو میبندمش، کاری هم بهش نداره. اما من باز همون فایل تقویم ثابت هست که ما اعداد رو واسهش گذاشتیم. ساعتش چنده من تقویم ثابت فقط ببینمش. عددی که اینجا نوشته بود براش 8 و 41 دقیقه و 29 ثانیه. دومیش هم 8 و 42 دقیقه و کلا 8 و 42 دقیقه 0 ثانیه. اما دقت داشته باشید من میام اینجا تو فایل دومیم یه تقویمی رو میارم که بشه خودش رو آپدیت بکنه. چجوری؟ insert data and time، مثلا تقویم کامل رو بیاره به صورت هجری و آپدیت اتوماتیکالی رو تیکشو میزنم. اوکی میزنم. دقت داشته باشید این دیگه مثل قبلیه نیست، کمی گزینه داره، مورد داره، میبینید که تنظیمات داره. زمانشو داشته باشید. من فونتشو بزرگ بکنم. 8 و 43 دقیقه و 27 ثانیه. من آپدیت که بزنم میبینید که 45 ثانیه 47 ثانیه، یعنی این زمانه آپدیت میشه. مثلا الان روی 51 ثانیه است. من اینو فایل سیو از میدنم، تقویم از آنم شد و سیو میداریم اینجا. خب پنجره رو میبندم. دقت داشته باشید این تقویم ثابته بود، این تقویم متغیره. من وقتی این اجرا میکنم خواهیم دید که زمان رو واسه همین الان میارتش 44 دقیقه و 37 ثانیه. آپدیت بدنید. هر بار که شما این فایل رو اجرا بکنید این تقویمه هم خودش رو بروز میکنه زمانش رو و زمان حال رو نشون میده. و فقط این نکته رو دقت داشته باشید تقویمی که اینجاست الان مال سال 94 درسته؟ خب اگه ما بیایم برنامه پرنیان رو حذف بکنیم تقویم میشه هجری قمری. اصلا یاد بگیرید روش حذف کردن برنامه. میریم تو مای کامپیوتر تو این بخش uninstall or change program این رو میزنیم. من میخوام مثلا پرنیان رو حذف کنم، پرنیان 7 yes. این رو اگه من حذفش بکنم دیگه ما تقویم شمسی نخواهیم داشت و توی ورد تقویم رو به صورت هجری قمری نشون خواهد داد. باید چند لحظه صبر کرد تا برنامه حذف بشه. از اونجایی که ممکنه چند لحظه این مورد طول بکشه من ویدیو رو متوقف خواهم کرد تا وقت شما گرفته نشه. ولی معمولا برنامه پرنیان برنامه‌ایه که سریع حذف میشه. خب برنامه پرنیان حذف شد. من برم تقویم ثابت رو اجرا بکنم ببینم به چه صورتی تقویم فارسی رو نشون میده. میبینید که تقویمه شد 1394. خب این مال تقویم ثابته بود. توی تقویم ثابت چیزی تغییر نخواهد کرد. تقویم متغیر رو بیاریم. تقویم متغیر میبینید که چون خودش رو همین الان آپدیت کرد و برنامه پرنیان نصب نبود سری شد تقویم قمری. حالا شاید بگید که الان دیگه شده تقویم قمری کار ما رو نمیندازه. نگران نباشید. اگه شما باز برنامه پرنیان رو نصب بکنید تقویم خیلی سریع میشه تقویم فارسی و شمسی. اما دقت داشته باشید اگه این فایل رو میخواید بدید به کسی دیگه ای حتما اینو در جریان قرارش بدید ایشون رو که اگه قراره تقویم فارسی استفاده بکنه و این موضوع براش مهمه و برای شما مهمه این برنامه پرنیان رو بهش بدید. یه برنامه‌ای که تقویم فارسی میکنه. هر برنامه‌ای نه فقط پرنیان. من دیگه این دم دست بود استفاده کردم. نصبش هم خب خیلی راحته دیگه. next و به همین سادگی برنامه نصب خواهد شد. اما هم زیاد طول نمیکشه نصب برنامه. این پرنیانه مخصوصا توی اوتلوک و اکسل خیلی به کار میاد. اونجا ما به محاسبات فارسی توی اکسل نیازمندیم و توی اوتلوک هم واسه تقویم که اونجا هست خیلی کاربردی خواهد بود. اما در کل میبینید که خیلی سریع هم نصب شد. کلوز. حالا من میرم تقویم متغیر رو اجرا میکنم. تقویم ثابت خب چون این متن ثابتیه تغییر نمیکنه، خراب نمیشه. ولی اینجا میبینید که باز 1394 و تقویم شمسی شد. این هم از جلسه پنجم آموزش ورد.
تا روز دیگه و جلسه بعدی. خدا نگهدار.